بیاین بهتون بگم هزینه 8 روز اقامت تو همچین هتل توی یکی از جزیره‌های ترکیه من تمام حساب کتاباشو رو در آوردم. هتل 5 ستاره یو آل برای جزیره کوشاداسی نفر 65 تورمون از آژانس مهرگشت گرفتیم که پروازمون ساعت 11:45 دقیقه شب. ساعت پرواز رسیدیم به شهر بعد از 1 ساعت با اتوبوس رفتیم به سمت جزیره کوشاداسی. 45 دقیقه صبح رسیدیم به هتل رامادا ریزورت انتخاب کردیم چون زنجیره‌ایه و به مرکز شهرم خیلی خوبیه. این هتل نه که به محض ورود اتاق تو بهت تحویل میده، یعنی ساعت برشون مهم نیست. ما اتاق دید به دریا انتخاب کردیم. کم هزینه‌اش بیشتر بود اما ارزشش رو داشت. چون هر روز میتونستیم از اتاقمون همچین منظره زیبایی رو از بالکن ببینیم. کلیه نوشیدنی‌های هتل چه الکلی چه غیر الکلی رایگان. هزینه رفتن به مرکز شهر نفر 25 لیر یعنی معادل 75 اما با تاکسی حدود 250 لیر یعنی معادل 700 آیس لته استارباکس تو مرکز شهر 20 لیر که حدوداً یعنی 500,000. مثلا خرید انجام دادم اما زیاد نه. هزینه خرید رو هم شد حدوداً 20,000 یعنی حدوداً 60 میلیون. راستش این سفر رو بیشتر به خاطر ریلکسی رفته بودم و خیلی دنبال خرید نبودم. یه ماساژ تایلندی رفتم که هزینه‌اش برای 1 ساعت 2500 میلیون شد. کلیه غذاهایی که این مدت خوردیم ناهار و شام و صبحونه به عهده هتل بود و ما بابتش هیچ هزینه دیگه پرداخت نکردیم.